همینو میذارم. زده بودی؟ نگفتی زدم. همینو میذارم. اون که سلامشو کرد، سلام از طرف من. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از ماماتی. ما اینجا از این مواد اولیه‌ای که اینجا گذاشتیم یه دونه رو شانسی در میاریم میدیم به چت جی پی تی، برامون یه غذایی یا میسازه یا یه غذایی از یه جای دنیا واسم پیدا میکنه بهمون رسیپی میده که درستش کنیم. خب ماتی دوست داری امروز چی در بیاد؟ ماهی. اول بگم بهتون ساب کنین، لایک کنین، کامنت بذارین، نظراتتون رو بنویسین. کامنت بذارید با هم دیگه مصطفی بخندیم من پایم. برای پیشرفت در این مسیر بهمون کمک کنید. خب ماتی میتونی قرعه کشی شروع کنی؟ چون تو گفتی نمی‌کنم. خب ماتی میتونی قرعه کشی شروع نکنی؟ چون تو گفتی از اول شروع کنم پروتئین شروع می‌کنم. نگفتم از اول شروع کن. لوبیا چیتی. موقع یه غذا بفرما. حالا من بفرما از فلفل دلمه‌ای. من همزمان با تو به چت جی پی تی میدم. بده. عوض نکنی ها؟ نه. عوض نکنی ها؟ نه. اون بود؟ نه این بود. جدی؟ اینو می‌ذاری. این بود. هم جفتش با همه. ها فکر کردم دو تا برداشتم. خب برای چربی هم کره بادوم زمینیه. مصطفی جون این چیزی چرتیه میخوای بدیم ما بخوریم. نان توست، کره بادوم زمینی، لوبیا چیتی، فلفل دلمه‌ای. اورژانس عمومی شمارش چنده؟ نمیدونم. چت جی پی تی خوشش اومده. برام بفرست. لوبیا چیتی به اضافه فلفل دلمه به اضافه کره بادوم زمینی. خودش هم تعجب کردن. اومد سوال داره. مصطفی خیلی سمه. یه ترکیب عجیب الخلقه ولی واقعا پتانسیل دار. پروتئینش که خوبه. نوشته بذار یه غذای بین‌المللی تخیلی برات درست کنم. دست در نکنه. توست بی‌مرز با لوبیای دیوانه. خب مواد لازم برای 2 نفر لوبیا چیتی پخته شده که چی میگیریم؟ کنسرو میگیریم؟ پنه. وای میسی میپزیم. میپزی تازه خیس میکنیم میپزیم آب عوض میکنیم. چیشه میگه؟ نفخش بگیر. فلفل دلمه‌ای ترجیحاً قرمز یا زرد 1 عدد نگینی. کره بادوم زمینی 2 قاشق غذاخوری طبیعی ترجیحاً. نان توست سبوس‌دار 4 عدد. پیازچه، سیر، فلفل، آب لیمو، نمک و ادویه دلخواه که میشه زیر پاپریکا آبیشم. تهش نوشته همه رو بریزید دور چون از این غذا داره میاد. جدول ارزش غذایی برای هر نفرم تقریبا 400 کیلوکالریه. پروتئین 17 گرمی، کربوهیدرات 35 گرمی، فیبر 11 گرمی، چربی تقریبا 20 گرمی. خیلی خوبه. بریم خرید. تو اون موقع داشتی کره رو مینداختی بادوم زمینی رو برداری یا بادوم زمینی رو بندازی کره رو برداری؟ یکی دیگر انداختم اینو برداشتم. جدی میگی؟ چی بود؟ دیگه الان اینه. نه این سری میخوایم بازی فیزیکی کنیم همون موقع. اوکی. خداحافظ. بریم خرید. رسیدیم به بخش آشپزی. با یه میمون. خب موقع بازیه. برای اینکه ببینیم کی میپزه، کی میخوره. بده گفتی بازی فیزیکیه. بازی فیزیکیه. امروز بازی جدید آوردم برات. ببینم. بسکتبال. چه باحاله. من بازی کنم. خب همونجوری که میبینیم آنباکس یک بازی جذاب و مهیجی رو دادیم توسط ماتی خانم. هر کدوممون یه دونه از اینا داریم. چه جنس باحالی داره. قورمه رو اینم بده. بیا 3 تا. میذاریم سرمون. بهش. اینو با واسه به سرمون. این واسه میشه به سرمون. شاید این برای سن ما نیست که انقدر سخت بمونه برای نسلش. نه اتفاقا برای مسابقه ما بسیار عالیه. چقدر خنده داری. یعنی انقدر همه چی هم بهم میاد. الله اکبر. به این گونه بود که 1 2 3 صاف بگی توه؟ آقا توره یه دونه مال من تو بود. توره سوراخه مصطفی واسه منم در اومده چون که واسه منم در اومده. بالا پایین شدیم پریده. فکر کنم نباید تکون بخوری. از سنت خجالت بکش. صدای شکستگی داد. هر کی تو مشتش میگیره پرت میکنه. هر تعداد بیشتری تو سر اون یکی اومد
برنده است. تکون نمیخوری؟ نه تکون نمی‌کنی. بعد سرت هم صاف آخه تو قدت بلندتر از بیام منه. پایین. آره. خب برو. نه وایسا بذار من میندازم بعد من میام اونور تو برام بنداز. خب دیگه بنداز. در میاد. من قشنگ میبینم میره توش. یه دقیقه وایسا شاید دیگه چک میتونیم بکنیم. 2 تا. توشه؟ تموم شد دیگه بازی تموم شد. خب اینجوری که معلومه اونی که بیشتر توپ انداخته بود میباسه. یکی از ساده ترین غذاهایی بود که تا الان میتونستیم با هم دیگه درستش بکنیم. همه چیزش هم تو خونه داشتیم نرفتیم بخریم. نه این صبحونه به ما میدن. نه این غذا به ما میدن. گشنه تشنه من میارن اینجا. یه بازیکن دیگه واسه این بازی پیدا شد. یه محصول دیگه هم دارم واسه که در اینا رو باز کنی. اینو میندازی این زیر. بعد میبینی نمیتونی. مصطفی نکن. آبشو بریزم بره. در بازیکن جدید من بودم. نمک و فلفل و پاپریکا و آب لیمو همین چیز خاصی نداره. یه ذره از آبش بریز من فلفل دلمه رو باش حد دادم. نصف اینو میریزم گفته یه پیمانه دیگه. خوبه؟ آره. یه ذره هم باید بشه بچه از دیگه. بده نگه دارم برات. نخور دیگه. چشم. خیلی ازت زشته. شما هم مثل منید معتقدید که توی ساندویچ ساز وقتی دارید نون رو میذارید باید بچرخونیدش. من احساس میکنم وقتی یه طرفش بهتر میشه بعدش باید اون ورشو بچرخونم تا اون ورش هم برشته بشه. یه طرفش بهتر میشه اون طرفش هم بهتر میشه. فارسی خیلی کم بلد بود، نتونست خیلی خوب توضیح داد. برای من خیلی سخت هست ولی تلاشمو میکنم. آبو تو دهنت نگه میداری من جوکای چت جی پی تی استاد میخونم. میکروفون تو یه بار شستم میخوای دوباره بشوری؟ میدونی چت جی پی تی من خیلی بانمکه. بهش گفتم بهترین جوکایی که داری رو بگو. جوکی که گفته رفتم رستوران گفتم ببخشید غذاهاتون چی داره؟ گفت گرسنگی. یه نفر میره داروخونه میگه دکتر دارویی دارید که حافظه رو خوب کنه؟ دکتر میگه بله. میگه پس یکی دیگه هم بده که فراموش نکنم بخورم. رفتم بانک گفتم اعتبار ندارم. گفت ما هم نداریم. حداقل میکروفونت نریخ میدونی؟ ببین چت جی پی تی ما 2 نفر اینجا وایسادیم آب ریختیم تو دهنمون منتظریم تو جوک خنده‌دار بهمون بگی. هر کدوم که این آب از دهنش بپاشه بیرون از خنده میبازه. اوکی؟ واو رقابت به هوش رسیده. پس باید چیزی بگم که اصلا فرصت نخندی پیدا نکنیم. بزنیم شروع کنیم. یک مرد با خیلی اشتیاق به دکتر میگه دکتر خیلی از این شکلات‌ها و شیرینی‌ها خوردم. چطور میتونم وزنم رو کم کنم؟ دکتر نگاه میکنه و میگه ساده است. فقط باید شکلات و شیرینی‌ها رو کنار بذاری. من جواب نداد. منظورم اینه که چطوری شکلات‌ها و شیرینی‌ها رو با خودم کم کنم. دیدی چی شد؟ بخند یا یه کاری کنی که این آب از دهنت نریزه. چت جی پی تی چند تا جوک پشت سرم همینجوری بگو برو. شکلاتو دیدی؟ اون شکلات بود شکلات. یک مرد وارد کافه میشه و از باریستا میپرسه یک قهوه با طعم شکلات داریم؟ باریستا جواب میده بله البته شکلاتی داریم که خاصیه. مرد میگه خب پس همون قهوه رو بیاریم فقط بدون شکلات لطفا. باریستا با تعجب میگه بله. مرد میگه چون من شکلات رو دیدم خودم شکلات و شکلاتم. حالا دیگه نکنه شکلات از دهنت بریزه. بازی رو جدی‌تر کن. چرا میگه شکلات؟ ابتدا روی نون کره باد میزنیم. چرا رفتیم واسه سروش کره بادوم زمینی رو میمالیم کفش گفته بود این دستی طبیعی ها ما نداشتیم. تو عمان به این راحتی ها پیدا نمیشه. داره ولی یه سری جاها نزدیک ما نیستن. این یعنی شیرین نیست؟ کمی شکر داره. کره بادوم زمینی رو به عنوان سس مالیدیم کف نون. اینم از توست بی‌مرز با لوبیای دیوونه. آره؟ اینم از توست بی‌مرز. یا توست مکزیکی آفریقایی با کره بادوم زمینی. نون توست شده، کره بادوم زمینی به عنوان سس، فلفل دلمه و لوبیا با فلفل سیاه و پاپریکا و نمک
با کمی لیمون روش. بزنیم ببینیم چطور شد. شاید باورتون نشه ولی خیلی خوشمزه. چه باحال طعمش. یه جو عجیبی نیست؟ کی فکرشم کرد که لوبیا، کره بادام زمینی با فلفل دلمه. خیلی خوشمزه. بو پی. بو نکنید. بوش اصلا خوب نیست. لوبیا چیتی خودتون بپزین این بو رو نمیده. این بوی کنسرو. بوش بده. ولی طعمش خیلی باحاله. یعنی طعم بادام زمینیه. می‌بینی مزه چی میده؟ مزه پفک میده. چون هم حالت شوریو داره، هم بادام زمینی. پفکای لینا هستش که بادام زمینیه. خیلی باحال. خیلی باحال. خیلی حال کردم. بای. یه برنامه دیگه ببین. خدا نگهدار. خدافظ.